با نام و یاد خدای مهربون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تک تک دوستان. صبحتون بخیر. سلام میکنم بر خداوند عاشق و مهربون، خداوند حی و حاضر، و صبح بخیر خدا رو به خودم و شما میگم و خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که بازم این فرصت به ما داده شد که از خواب بدن و جسم بیدار بشیم و انشالله که از خواب غفلت هم بتونیم بیدار بشیم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که خدای مهربونمون هنوز به ما امید داره و نشون دهنده این امید همینیه که الان از خواب بیدار شدیم ما. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که قراره که روسفید از این دنیا بریم، قراره که روی خودمون کار بکنیم و انشالله که هم از دنیا و مواهب دنیا برخوردار بشیم و کار دنیامون رو انشالله در جهت کار آخرتمون انجام بدیم و درک درستی پیدا بکنیم و ارتباط درستی برقرار بکنیم بین دنیا و آخرتمون. و کسی که این ارتباط رو برقرار میکنه دیگه مرگ براش یک پایان نیست، مرگ براش یه دروازه است از انتقال یه زندگی به یه زندگی دیگه. خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که امروز چشمون داره به روی حقایق باز میشه. خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که گوشمون داره با اصوات بیداری و الهی و روحانی داره آشنا میشه و داره میشنوه این اصوات رو. و خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که این اصوات داره به ما میرسه و دل ما داره به جوش و خروش در میاد. خدا رو هزاران هزار مرتبه شکر. امروز صبح که خب بیدار شده بودم، قبل از نیایش و عبادتم به درگاه خداوند، به این فکر کردم یه لحظه که حالا تو این مدت 1-2 سال گذشته که به لطف پروردگار یه سری اتفاقات پشت سر هم افتاد و اصلا جهتگیری توی زندگی برای من خیلی خیلی تغییر کرد، خیلی خیلی تغییر کرد و عقب موندگی خودم از نظر معنوی، از نظر فهم خداوند الان دارم تازه میبینم که چقدر عقب موندم در رابطه با فهم و آگاهی خدای عزیز و مهربونم و چقدر عقب موندم از پی بردن به حکمت خلقتم، پی بردن به عشق خداوند نسبت به خودم چقدر عقب موندم. و این که خب حالا قبل از این اتفاقات و جریاناتی که بیفته، اون موقع من تو چه فضای فکری بودم و اون موقع چقدر هنوز این آگاهی به هم نرسیده بود و هنوز انقدر غافل بودم و انقدر دور بودم از درک حقیقت. حالا خدا رو 100,000 مرتبه شد که در ابتدای این راه قرار دارم. خدا رو هزاران هزار مرتبه شد. داشتم به این فکر میکردم که همین تو همین وضعیتی که الان به فضل الهی هستم، خدا رو هزاران هزار مرتبه شکر میکنم، خدا رو هزاران هزار مرتبه شکر میکنم. همین طوریش بیم از این دارم که مبادا که یه سری از کارهایی که به عهده من هستش و یه سری عقب موندگی هایی که هست و یه سری جبران هایی که هست و من باید اونا رو انجام بدم، هنوز بیمه اینو دارم که مبادا و در واقع این کارا نیمه کاره بمونه و این فرصت به من داده نشه که جبران مافات بکنم به صورت کامل و درست و از این دنیا برم. یه لحظه به این فکر کردم که اگر من توی اون فضا از این دنیا میرفتم داستان چی میشد؟ اگر اون مدلی رفته بودم چه اتفاقی برای روح من و برای ابدیت من میخواست بیفته؟ واقعا هیچ جوابی پیدا نکردم که اصلا داستان به کجا میخورد. الان باز خدا رو 100,000 مرتبه شکر، هرچند که هنوز اونطور که باید از زیر سایه
تاریک جهل و خاموشی بیرون نیومدم، ولی جهته چون درسته میگم که اگر در این جهتم به زمین بیفتم و این عمره تموم بشه، میگم خدای 100,000 مرتبه شد که رو به تو بودم و این عمر تموم شد. باز این خودش یه امیدیه برای من، برای زندگی من پس از این زندگی. خدا رو هزاران هزار مرتبه شد که اون دنیا برای من دیگه انقدر دور نیست، انقدر قریب نیست. خیلی اون دنیا برای من دور بود، خیلی قریب بود، نمیدیدم، اصلا نمیدیدم، اصلا درکش نمیکردم، اصلا متوجهش نبودم. توی حاله از ابهام بود اون دنیا برام و خدا رو شکر میکنم که این پرده ها کنار زده شده. خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم. اینا همه فضل الهیه، اینا همه نعمته و انشالله که قدر این نعمت رو بدونم و بتونم که سپاسگزار حقیقی باشم به درگاه خداوند. هرچند که حتی اگر سپاسگزار حقیقی هم باشم، بازم نمیتونم سپاسگزار این همه لطف و عنایت پروردگار مهربونم باشم. بازم نمیتونم پس شکرگزاری و سپاسگزاری و قدرشناسی خداوند بر بیام. خدا رو بی نهایت سپاسگزارم، خدا رو بی نهایت سپاسگزارم، خدا رو بی نهایت سپاسگزارم و عرض ارادت دارم هر لحظه به خدای مهربونی که هیچ وقت از من روگردان نشد، هیچ وقت از من ناامید نشد و هیچ وقت نخواست که من دوچار جهل و بدبختی و تاریکی بشم و همواره خواهان این بود که دست منو بگیره، همواره خواهان این بود که من نجات پیدا بکنم، همواره خواهان این بود که من درک درستی از خودش پیدا بکنم، از خلقتم پیدا بکنم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که یک چنین خدای مهربونی دارم. به یه مطلبی دیروز فکر میکردم، این مطلبم خیلی مطلب جالبی بود، اینم با شما به اشتراک میذارم و یه لحظه که به این موضوع فکر کردم حقیقتا یه بغضی گلوم رو فشار داد و یه اشکی ریختم و صفایی کردم با این اشک و اونم این بود که از خودم سوال کردم، از خدا سوال کردم، گفتم که خدایا چرا با وجود این که تو این همه به من محبت داری، تو این همه به بنده هات محبت داری، به این نوع بشر محبت داری، چرا ما نسبت به تو محبت نداریم؟ چرا ما تو رو دوست نداریم؟ جوابی که برای من اومد این بود که ما هنوز درک نکردیم که خدا چقدر ما رو دوست داره و چرا خدایا با وجود اینکه این همه ما نسبت به تو بی تفاوت بودیم، این همه نسبت به تو غافل بودیم، این همه نسبت به تو ناسپاس بودیم، تو چرا همچنان ما رو دوست داشتی و داری و تو چرا ما رو رها نکردی؟ تو چرا وقتی که فرعون اعلام کرد که من خداام و خدایی به غیر از من وجود نداره، چرا باز موسی رو و دل موسی رو برانگیختی، گفتی برو سراغ این دیوونه و بهش کمک بکن که بیاد به سمت من، اون راه نابودی رو طی نکنه؟ تو چرا انقدر محبت داری به ما؟ واقعا هیچ جوابی برای این به غیر از این که خدا عاشق ماست من پیدا نکردم و پیدا نمی کنم. هیچ دلیلی نداره، که هیچ دلیلی غیر از عشق وجود نداره که خدا به پای من و تو بشینه. هیچ دلیلی وجود نداره که خداوند مشتاق وصال من و تو باشه. هیچ دلیلی جز عشق وجود نداره، جز محبت خدا وجود نداره. خدا به من و تو چه نیازی داره؟ میگه که بیا تو راه من یه کاری انجام بده، یه خدمتی بکن، منو روی کره زمین بیا یاری بکن. تو اگه یاری نکنی خدا لنگ میمونه؟ این کار هم داره به تو کمک میکنه که تو به اون وصال برسی. تمام اینها دعوته، این که تو بیای عبادت کنی، دعا بکنی، کار خیر بکنی، خدمت بکنی، یه کتابی بخونی، بشینی پای یه صحبت درستی و دلتو صفا بدی، دلتو جلا بدی، اینا نیاز خدا نیست، این نیاز من و توه.
و خیلی جالب این که ما مثلا یه سری کارهای معنوی رو یا انجام نمیدیم یا انجام میدیم همچین با کراهت و با حساب کتاب و من اینقدر بیشتر خیر نمی کنم و من اینقدر بیشتر خیر نمیدم و خب تا چقدر من دیگه میتونم به دیگران خیر بدم و هی چرتکه تو دستمونه. این چرتکه رو باید از مسائل معنوی خودت و ارتباط با خودت بگیری، این چرتکه رو ببری توی ارتباطت با نفست. خواهش های نفسانی تو از این به بعد باید ببری توی حساب کتاب. ببین صبح تا شب از تو چقدر چیزهای مختلف میخواد، چقدر از تو نگاه های مختلف میخواد. میگه اینجا رو نگاه کن، اونجا رو نگاه کن، این حرف رو بزن، اینو گوش کن، اینو حس کن، اینو تصویر سازی کن، فیلم اینو توی وجود خودت بساز، برو اینو ببین، برو اونو بگو. هیچ وقت به نفست نمیگی که بابا بسه، من چقدر برای تو کار بکنم، من چقدر به تو خدمت بکنم، من چقدر بندگی تو رو بکنم. ولی همین 2000 ما میخوایم خدمت و بندگی خدا رو بکنیم، سریع نفس ما میاد وسط میگه چه خبره، تو همش داری اونوری میدی. شروع میکنه به سرکشی کردن، به قرقر کردن، به ورور کردن که من و تو رو منصرف بکنه. یه دونه کار خیر میکنی، 50 سال دیگه ازت بپرسن که تو زندگی چه کار خیری کردی، همون یه دونه هم یادته، تو 50 سال پیش، تو 40 سال پیش، تو 20 سال پیش. ولی این همه کارهای غلط، فکر غلط، نیت غلط، یه دونه‌شو تو به یاد نمیاری که کجاها پاتو کج گذاشتی، کجاها لغزش داشتی. انقدر که البته تعدادشون زیاده که تو بخوای بشینی بشماری داستانهای گذشتت و لغزشهای گذشتت و یه توماریه برای خودش. امروز خدا لطف کرده، عنایت کرده، محبت خودش رو باز هم نسبت به ما آورده وسط و اینطوری داره ما رو هدایت میکنه، ما رو حمایت میکنه. امیدوارم تک تکمون درک درستی از محبت خدا نسبت به خودمون پیدا بکنیم و اون وقته که ما میتونیم محبت نسبت به پروردگارمون داشته باشیم و وقتی این محبت در ما ایجاد میشه نسبت به خداوند، اون وقته که دیگه عبادتمون معنی پیدا میکنه، خدمتمون معنی پیدا میکنه، فقط خدا رو میبینیم، هر حرفی که میزنیم، هر کاری که میکنیم فقط دنبال اینیم که خدا یه لبخندی به ما بزنه، خدا یه احساس رضایتی پیدا بکنه و ما اون احساس رضایت خداوند رو حسش بکنیم. این پیروزی ما از این به بعد این مدلی باید باشه. برد ما از این به بعد توی رضایت خداوند و احساس خوشنودی خداوند نسبت به خودمون هست و انشالله که چنان شود سرانجام کار که خداوند خوشنود باشد و ما هم رستگار انشالله و الی آمین. دیروز در رابطه با ستایش صحبت کردیم و مقام ستایش رو در موردش توضیحاتی رو داشتیم که این ستایش همون بحث پرستشه که تو وقتی که ستایش میکنی کسی رو و چیزی رو داری اون رو پرستش میکنی. حالا خودت میخوای باشی، یه شیئی میخواد باشه، یک انسان دیگه میخواد باشه، هر چیز و هر کسی که میخواد باشه. یه فرقی بین تحسین و ستایش هست که ما باید مرز بین تحسین و ستایش رو درک بکنیم. من یه دونه ترازی رو دیروز نسبت به این موضوع دادم که حالا اون رو باز اشاره میکنم بهش. تراز ما این باشه که ببینیم دلمون برای چی قنج میره. اون قنج رفتن توی دل یکی از نشانه های ستایشگریه. تو دل تو فقط باید ببری به اون سمت و سو و برای خداوند فقط باید قنج بکنی. قند تو دلت فقط باید برای خداوند آب بشه. این راه معرفته، این راه روحانیته. میتونی هم اینطوری زندگی نکنی، میتونی هم همون مدلی بری جلو که تا به امروز اومدی جلو و اکثریت دارن میرن جلو تو این جامعه و توی این بره از زمان و تاریخ.
این دیگه بستگی به این داره که تو چقدر دلت نجات میخواد، تو چقدر دلت خدا میخواد، تو چقدر دلت صفا میخواد، تو چقدر دلت پاکی و آرامش میخواد. این دیگه به خودت بستگی داره. این دوراهیه که هر لحظه جلوی پای توه، هم راه درست و مستقیم در اتصال به خداوند، هم راه کج و دوری از خدا و خاموشی و تاریکی و تو در و دیوار رفتن و اینا دیگه انتخاب لحظه به لحظه ماست که ما کدوم سمتی خودمون رو نگه داشتیم و رومون به کدوم جهت هستش. کل عالم هستی رو صحبت کردیم، گفتیم که کل عالم هستی دارن دور یک هسته اصلی، مرکز اصلی دارن میچرخن که خداست. حالا تو وقتی که میای خودت رو ستایش میکنی یا دیگری رو ستایش میکنی، اومدی خودت رو در برابر جریان قدرتمند کل جهان هستی قرار دادی. برای همینه که کسی که به ستایش خودش یا دیگران میپردازه انگار که استخوناشو انداخته زیر یه چرخ بسیار بسیار گسترده و قدرتمند و استخونهای خودش رو خورد میکنه، استخونهای روح و روان و جسم خودش رو خورد میکنه. دلیل این که ما وقتی ستایشگری خودمون یا دیگران رو میکنیم احساس شکنندگی میکنیم، دلیلش اینه که کل عالم هستی دارن مثلا تو جهت عقربه ساعت میچرخن و ما اومدیم میگیم که نه، ما این وری میچرخیم. هر کسی که این وری چرخید تکلیفش مشخصه. تو چه زبانی داری، چقدر قدته، تو کدوم خانواده به دنیا اومدی، پدر و مادرت کی بودن، اصلا اینا هیچ ربطی به این موضوع نداره. این یه حساب و کتابه. تو این حساب کتاب رو باید درکش بکنی که این دنیا همینطوری الا بختکی کار نمیکنه. یه حساب کتابی تو کار هست و این همه انسان‌های پاک اومدن و گفتن که بابا جهت این وریه ها، که یه اشاره‌ای هم به زرتشت کردیم که میفرماید که راه در دنیا و در زندگی فقط یکیست و اون راه راستیست. این راه راستی همون راه ستایشگری و پرستشگری. در رابطه مبحث بعدی که در خصوص شرک باید صحبت بکنیم بحث احساس مالکیته. نه تو مالک کسی هستی یا چیزی هستی و نه دیگران مالک تو هستن یا مالک چیزی هستن. احساس مالکیت عین شرک. احساس مالکیت عین شرک. تو خودت مال یکی دیگه هستی. تو چطور میتونی در عین حال که خودت صاحب داری، خودت مالک داری، تو خودت بیای بگی که من مالک فلان چیز هستم، من مالک فلان کس هستم؟ کاری که الان ما روی کره زمین توهمش رو گرفتیم، توهمش رو. حالا این که مثلا یه سری دفاتر و اسناد ما تهیه کردیم، یکی میره یه چیزی رو خریداری میکنه برای اینکه یه سری از تعرضات اجتماعی صورت نگیره، هرج و مرج صورت نگیره. خب این قانون و این مسئله خیلی هم صحیح هست که مشخص بشه که مثلا به فرض مثال این شیء، این زمین، این منزل، این حالا ماشین یا هر چیزی که هست، حق استفاده این مال کیه؟ کی برای این زحمت کشیده؟ کی بهای این رو پرداخته؟ این یک نظم اجتماعیه که ما برای اینکه بتونیم، ما نوع بشر برای اینکه بتونیم کنار همدیگه زندگی بکنیم، در اتحاد باشیم، هرج و مرج شکل نگیره، این قوانین اجتماعی بشری روی این کره خاکیه. ولی تو با این قوانین چطور باید برخورد بکنی؟ تو باید با این قوانین در احساسات خودت و در باورهای خودت طوری باید برخورد بکنی که قوانین جهان هستی و قوانین الهی رو زیر پا نذاری.
اینجا بهت میگن که مثلا یه چیزی رو میزنن به نامت، بهت میگن که تو مالک فلان چیز هستی. یادت باشه این یه بازیه، یه بازی روی کره خاکیه، یه بازیه، یه صحنه است، یک جریانه، یک قانون اجتماعی بشریه، فقط و فقط همین. تو وقتی این رو میای توی حست میاری و این رو به عنوان یک حقیقت هضمش میکنی، درکش میکنی و فرو میبری تو درون خودت، حالا ببین چه اتفاقی برای تو میفته. هر دوتا جهت رو راجبش صحبت میکنم. هم اون جهت که اگر دستاورد اجتماعی داشته باشی، دستاورد اقتصادی داشته باشی و تو این احساس مالکیت رو به دست بیاری، چه اتفاقی برای تو میافته. هم خلاف اون که هیچ دستاورد اجتماعی و اقتصادی نداشته باشی و هی دیگران در واقع این دستاوردها رو به دست بیارن و تو هم نظاره‌گر اینها باشی، چه اتفاقی در احساسات تو میافته. که هر دوتا اتفاق عین شرک، عین شرک. وقتی که تو به دست میاری، وقتی که حساب کتاب دنیا رو سر در میاری، فعالیت میکنی، باورهاتو درست میکنی، تلاشت رو میکنی، کارتو میکنی. ما تازه داریم در رابطه با راه شرافتمندانه مثلا دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی صحبت میکنیم، در رابطه با اون بیراهه ها و کارهایی که هیچ ربطی به شرافت ندارن. ما با اونا الان هیچ بحثی نداریم، هیچ کاری هم نداریم. ما در این راستا صحبت میکنیم. فرض به این که ما اومدیم با کار شرافتمندانه، با اخلاق شرافتمندانه، با نگاه شرافتمندانه، با تلاش‌های درست، با کوششمون، با باورهای درستمون اومدیم به یک دستاوردی دست پیدا کردیم. وقتی که تو باور میکنی که این چیزهایی که تو این دنیا به نام تو زدن تو مالکش هستی، این احساس مالکیت، این احساس مالکیت، این که تو صاحب اینها هستی و صاحب اینها خواهی ماند، تو رو حریص خواهد کرد برای اینکه برای این دنیا کار بکنی و حمال این دنیا بشی. برای چی میگم حمال این دنیا؟ من این رو برای خودم، این کلمه برای خودم، شما آقای دنیا، شما خانم دنیا، من حمال این دنیا. برای اینکه تو یه تایم داری، یه ساعتی داری، یه زمانی داری، یه تاریخ مصرفی روی این کره خاکی از نظر عمر و زمان داری. اون تاریخه که برسه، اون زمانه که برسه، اون سوتو که بزنن، کار تمام است. هر چی که انجام دادی، هر سندی که به نامت زدی، هر کاری که کردی، همه رو باید تو این دنیا بذاری و خداحافظ شما. اگر من برای این دنیا کار بکنم، من برای این دنیا تلاش بکنم، من حریص این دنیا بشم، من حریص این بشم که خب حالا جای 5 تا 10 تا به نام من باشه، جای 10 تا 50 تا، جای 50 تا 500 تا، این حرص و طمع من و نفس من تمومی نداره. من تمام فکر و ذکرم به این خواهد بود برای اینکه احساس ارزشمندی بکنم، احساس مالکیت بیشتری بکنم، در این رقابت مال و ثروت یه خودی نشون بدم. تمام دقت، توجه و تمرکزم و فقط میذارم روی مالندوزی، حریص میشم. این حرص چشم من رو به دنیا میدوزه و چشم من رو از آخرتم بر میداره. تو اگه یه موجود موقتی بودی، تو اگر یک کسی بودی یا یه چیزی بودی که قراره که مثلا بیاد 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال بخوره بگرده بپوشه بخوابه بعدش هم تموم، همه چی تموم، کار این دنیا اگه این مدلی جلو میرفت کاملا هم صحیح بود، کاملا هم ما توجیه داشتیم برای اینکه این مدلی زندگی بکنیم.
ولی وقتی که یه داستان دیگه‌ای در پس این داستان این دنیا وجود داره، این رو من نمیگم، این که تجربه شخصی خودم هست، به این مسئله پی بردم به لطف پروردگار مهربونم، ولی این فقط گفته بنده حقیر نیست. این همه انسان‌های کار درست که در طول تاریخ تو ورق بزنی کم هم نیستن به لطف پروردگارمون، این همه اینا اومدن که بابا این دنیا یه صحنه است، فقط یه صحنه نمایشه، یه زندگی موقته، یه فرصتیه برای اینکه تو روحت رو ارتقا بدی، برای اینکه مراتب خودت رو ارتقا بدی و یه مقامی پیدا بکنی در برابر پروردگار. حالا تو این حقیقت این دنیا رو بذار در کنار تلاش برای مال‌اندوزی، تلاش برای مالکیت و احساس مالکیت توی این دنیا، و اینکه تو فکر بکنی که دنیا فقط همینه که تو بخوری، بخوابی، بگردی، جون بکنی برای این که مثلا تو مال بیشتری به دست بیاری، سند بیشتری به نام تو بخوره. آخرش هم سوتو میزنن، میگن تشریف تو بیار ببینیم تو چی کار کردی. هر کاری که کردی تو این دنیا، هر چیزی که به دست آوردی از نظر مالی، از نظر اقتصادی، همه رو باید بذاری و خداحافظ. این احساس مالکیتی که تو به دست میاری و حریص میشی، این احساس مالکیت احساس خدایی به تو میده. تو وقتی که احساس بکنی که صاحب یه چیزی هستی، احساس این که یه کسی صاحب تو هست رو از دست میدی. تو وقتی احساس میکنی مالک یه چیزی هستی یا مالک یه کسی هستی، تو احساس این که یکی دیگه مالک تو هست رو از دست میدی. برای همینه که توی بحث مالک نمیشه شرک ورزید. مالک فقط خداست. تو احساس مالکیت بکنی یعنی خودتو شریک خدا قرار دادی. تو اصلا من و تو در این حد و اندازه نیستیم که به یه سری از صفات خدا خودمون رو نزدیک بکنیم. یه سری صفات خدا هستش که اصلا بهشون نباید نزدیک شد. بحث مثلا در رابطه با فخر و در رابطه با تکبر و در رابطه با همین بحث مالکیت، که تکبر و فخر رو هم قبلا راجبش صحبت کردیم در رابطه با همین مبحث خودپرستی. شما وقتی که یک چنین احساسی رو تجربه میکنی، احساس مالکیت تجربه میکنی، یعنی احساس خدایی بودن، خدا بودن رو داری تجربه میکنی. یعنی که حسی که خدا باید داشته باشه رو و فقط خدا میتونه داشته باشه رو تو داری تلاش میکنی برای خودت که اون حس رو تو داشته باشی. برای همینه که کسایی که این مدلی میرن بعد یه مدتی با وجود اینکه دارایی‌های بسیار زیادی از نظر دنیوی دارن، احساس بی سر و صاحبی میکنن، احساس سرگشتگی میکنن. چرا اون کسی که مولتی میلیاردره، از نظر امکانات رفاهی و اجتماعی و اقتصادی فوق‌العاده برخورداره، ولی متاسفانه احساس مالکیت داشته، چرا این آدم میره میزنه خودشو میکشه؟ این احساس مالکیت باید از وجود من و تو بیاد بیرون. حالا تازه این نسبت به امواله، نسبت به دستاورد هاست. جالبه که من و تو یه جاهایی متاسفانه نسبت به آدم ها هم احساس مالکیت پیدا میکنیم. خدا نکنه که یه خدا یه بچه‌ای به من و تو بده. اولین کسی که ما یه احساس مالکیت 100% نسبت بهش داریم تو بحث روابط، بحث بچه هامون هستن. متاسفانه حالا من تو این فرهنگ زندگی کردم، تو این فرهنگ میدونم که این اتفاق داره میفته. حالا یه سری هستن که خدا رو شکر فهم معنویشون انقدر بالا هست که هیچ وقت احساس نمیکنن صاحب بچه شونن و فقط میدونن که یه پدر و یه مادر هستن. ولی اونهایی که احساس مالکیت دارن،
خدا میدونه که اینها چه جنایتی دارن در حق اون بچه میکنن و چه جنایتی در حق خودشون دارن میکنن. چون تو وقتی که احساس مالکیت میکنی نمیتونی برای بچت خدایی بکنی. اون احساس مالکیت هست که باعث میشه وقتی بچت در اثر حالا یه سری مسائل اجتماعی و تحصیلی و کاری، مثلا این بچه از این شهر میخواد بره توی شهر دیگه ادامه کار بده، ادامه زندگی بده، ادامه تحصیل بده، برای همینه که تو نمیتونی این رو هضمش بکنی، نمیتونی این رو تحملش بکنی، چون احساس مالکیت روی این بچه داشتی برای این بچه خدایی میکردی. حالا چون این بچه از تو دور شده و تو نمیتونی حتی به شکل تصنعی خدایی بکنی برای این بچه، احساس بکنی که صاحبشی، هی بهش بگی برو چپ برو راست، بشین پاشو، اینو بخور اونو نخور، این کارو بکن اون کارو نکن، نمیتونی کنترلش بکنی. همون مبحثی که توی قدم یکم دوره 12 قدم شوک‌گذاریمون هم داریم که یه مبحث بسیار بسیار مهمی هست در رابطه با کنترل کردن. چون نمیتونی کنترل بکنی احساس بیهودگی میکنی، احساس پوچی میکنی، احساس بیکسی میکنی. منتها این شرک هایی که من و تو ورزیدیم در اثر احساس مالکیت، اینا تا وقتی که ما داریم ازشون نفسمون رو تغذیه میکنیم و نفسمون میتونه این تغذیه رو دریافت بکنه، ما حال بدی و تجربه شاید نکنیم اونطور که باید. ولی وقتی این تغذیه از ما گرفته میشه، اون امکان برای کنترل کردن، برای امر و نهی کردن، برای احساس مالکیت داشتن، اون خوراک از ما دور میشه، فاصله میگیره، ما تازه اونجا حال بدیامون میاد رو، تازه تو سر خودمون زدنها شروع میشه. اینها به خاطر این بود که تو باورت غلط بود، تو روشت غلط بود، تو طرز تفکر و طرز تلقیت غلط بود. تو نه صاحب کسی هستی نه صاحب چیزی هستی. اگه این احساس مالکیت رو درک بکنی که نداری نسبت به چیزی، میتونی درک بکنی که خدا صاحب توه، خدا مالک توه. و وقتی این رو درک میکنی، از احساس بیکسی، از احساس ناامیدی، از احساس سرگردانی خلاص میشی، از احساس پوچی خلاص میشی. خدا رو بی نهایت سپاسگزارم به خاطر این آگاهی ها و خدا رو بی نهایت سپاسگزارم که جهتگیری هامون داره درست میشه. من صحبتم رو تموم میکنم. این بحث مالکیتمون رو انشالله فردا به یاری خدا، اگه عمری باقی بود انشالله ادامه میدیم. این جهت رو باز در موردش صحبت خواهیم کرد که تو اگر این احساس مالکیت رو بتونی حتی به دست بیاری چه اتفاقاتی برای تو میفته، اون جهت رو هم که اگه نتونی چه اتفاقاتی میفته، و هر دوی اینا تولید شرکه، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه. انشالله اگه عمری باقی بود این بحث رو انشالله فردا ادامه میدیم. سپاسگزارم از تک تک دوستان، سپاسگزارم از خدای حی و حاضر، خدای مهربونمون، و خدا رو بی‌نهایت سپاسگزارم که این لیاقت نصیب ما شده، این سعادت نصیب ما شده که خداجو، خداگو و خدا دوست باشیم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. در پناه خداوند باشید و خدا نگهدار.